سواد خواندن نوشتن اصلا نداره. چرا نذاشتیم بره مدرسه؟ چون تکلم نداشت. اوتیسم، حافظ کل قرآنه. چطور؟ به هیچ چیز دیگه ای واکنش نشون نمیده اصلا. فقط من صداش کنم الان اشکال نداره تست کنیم. صداش کن. نه آقا. امیرعلی جان میشنوه ها ولی واکنش نداره. چجوری ما باید امتحان کنیم حافظ بودن امیرعلی رو؟ قرآن پخش کنیم. امیرعلی چی کار میکنه؟ قرآن زحمت شو بکشین بیاد اینجا. خب و خطشو براتون پیدا کنم. فإنما يضل عليها. الله أكبر.